السلام علیکم خوانندگان و تماشاگران محترم. ما امروز با همراه شما حل سیستم ما رو دوام میدیم. امروز با همراه شما درباره سیستم موردهای غیرخطی و ما به شما معلومات میدم. وقتی که شما اوید یک از مثالایی که من برای شما نشان میدم و میبینید، اگر به شرطی که خواهش شما داشته باشید که متماتیک رو آموزید و با متماتیک شوق بندید و از متماتیک استفاده و شما میتونید که مثالای باقی مانده که اوید همین موضوع است حل کنید و میتونید با من در تماس شوید و از من بگون یاری عملیم میتونید متوجه شوید. من یاری عملی خود رو از شما دقیق نمیدونم. خود با همراه شما مثالی رو من می نویسم. این سیستم نمودی زیرین دارد. x y جمع 12 برابر 9 و مدل دیومش x جمع y برابر 1. اکنون این سیستم غیر خطی است. برای همین که ما این سیستم رو حل کنیم، اگر ما نگاه کنیم اگر چطوری که در درسی داشته ما با همراه شما مثالا رو حل کردیم، اگر با هم مانند حل کردن شد یکون مقصد در اصلا نمیتونیم. برای همین در این مثال ما پیش از همه چون عمل میکنیم. از مدل دیوم یکی از تغییر بانگو رو با دیگرش عوض میکنیم. یعنی ما از مدل دیوم اگر x رو گفتنی شوم، y رو به طرف چپ میبرم، از بس که علامتش در طرف چپ پیروز بود طرف راست اومد، علامتش مینوس می شود، یعنی x برابر 1 مینوس y می شود. من میتونم که در مدل یکم بر جای x همین قیمت رو بذارم، یعنی 1 مینوس y ضرب y جمع 12 برابر 9. یعنی مدل یکم ما مدل شد که ولی فقط از یک تغییر بنده وابسته دارد. اکنون ما همین y رو به درون قلب ضرب میکنیم. چطوری که شما میدونید هنگامی ضربی یک اعضاگی و بسیار اعضاگی، هر یک همین اعضای یک اعضاگی داده شده با هر یک اعضای بسیار اعضاگی داده شده ضرب کرده شده در نمود سوم الگبروی نوشته میشه. یعنی اگر من یک رو با y ضرب کنم، طرحی y رو با y ضرب میکنم و پلوس 12 رو نوشته، اینا برابر 9 مدل در مدل دیم که از بس که من یک مینوس y افتادم، همون یک مینوس y رو نوشته میگیرم. اکنون من اگر ساده کردنی شوم، مدل یکم یک با y ضرب کنم y میشود، اونجا y که با y ضرب کنم y کوادرات میشود. همون y کوادرات که درجه کلان است من اپش مینویسم، y که بعدی باید مینویسم، یعنی y که درجهش کلان پلوس 12 مینویسم برابر 9. از اینجا مدل دیما خودش مینویسیم یک مینوس y. از بس که مدل یکمی ما این مدل کوادراتی است و اعضای a یعنی a که در دیگه y کوادرات کوسین اومده است مینوس است. من میتونم که مدل بالا رو برای کوسین پلوس شدن با مینوس 1 ضرب کنم. اگر من میرم با مینوس 1 ضرب کنم مدل بالا رو، مدل بالا نمود ذهن رو میگیرد مینوس y مینوس 12 برابر 9 و مدل دیومش که x برابر 1 مینوس y بود این رو می نویسم. اکنون شما چطوری که میدونید برای که ما مدل بالا رو حل کنیم، برای ما فرمولای معین است، یعنی فرمولای حل مدل کوادراتی و از اون دیده ما فرمولای دیسکریمینانت مدل کوادراتی رو میدونیم که دیسکریمینانت مدل کوادراتی با b کوادرات مینوس 4ac برابر بود و این دیسکریمینانت دویم در سه حالت بود. یعنی اگر دیسکریمینانت مدل کوادراتی چطوری که ما با همراه شما گفته بودیم، دیسکریمینانت مدل کوادراتی اگر با شرطی که دیسکریمینانت مدل کوادراتی d باشد این برابر b کوادرات مینوس 4ac بود. این اگر همین d سه حالت رو در بر میگیره. میگفتیم اگر d کلونی نور شود مدل دو حلقه گوناگون رو دارد. اگر میگفتیم حالت دیوم ده میگفتیم اگر d برابر نور شود اون مدل دو حلقه برابر رو دارد. اگر سیم حالت ده میگفتیم که d اگر خورد نور شود مدل در مجموع عددهای حقیقی حل ندارد. یعنی این مدل در مجموع عددهای کمپلکسی حل خود رو دارد که ما در سالهای با
آخر رسوندن این در آخر فن متماتیک ما با همین عادت‌های کامپلکسی دچار میشیم و اونها رو می‌آموزیم. اکنون ما همین سه حالتی دیسکریمینانتی که ما قطعش ما گذاشته بودیم من یک بار در مدل در فرمولای حل مدل حل کردم مدل یک ما حل میکنم یعنی می‌نویسم ایگری که یک دو این برابر از خط کسری مینوسی ب یعنی با جای مینوسی ب ما اومده است مینوس یک پلوس و مینوس ریشه مینوس یک در کوادرات مینوس 4 ضرب یک ضرب مینوس 12 یعنی ما اگر تقسیم رو در فرم ضرب متصل گذارم همین نمود رو میگیرم اما مدل یکم خودش مینویسم وقتی که من مدل یکم مینویسم مدل یکم اگر ما نگاه کنیم فرمول حل مونده نازشتن مینوسه اینجا مینوسه با مینوس ضرب کنم پلوس میشود یعنی ایگری که یک دو این برابر میشود اینجا پلوس یک پلوس و مینوس اینجا مینوس یک با کوادرات بردارم یک میشود این مینوس با مینوس ضرب کنم پلوس میشود 4 رو با یک بردارم 48 میشود اینجا میشود ریشه کوادراتی از 49 تقسیم 2 مدل دیوم چیزی که شما میدونید من خودش مینویسم اکنون مدل بولو ایگری که یک دو نوشته بودیم بیفتاریم حل ریشه را این میشود یک پلوس و مینوس ریشه 49 7 میبریم تقسیم 2 مدل پایان خودش مینویسیم اکنون برای گفتن حل مدل ما حاضر بولو ریشه یکم میبریم ریشه یکم ما ایگری که یک ما این برابر میشود یک مینوس 7 تقسیم 2 اینجا از بس که ما x نوشته این x یک میرسه x یک برابر میرسه یک مینوس y و ریشه دیما میرسه y که 2 برابر میشود یک پلوس 7 تقسیم 2 x 2 را میرسه که یک مینوس y اکنون از اینجا اگر ما یکمش بیوبیم 7 یک اگریم 6 مینوس 6 میموند 6 را باید تصمیم گیریم y که یک ما برابر 3 میشود با علامتی مینوس 3 میشود همین مینوس 3 را در ریشه دیم اگر ما بذاریم x یک ما برابر میشود یک مینوس 3 یک مینوس 3 لیکن من اکنون یک مینوس 3 نمینویسم این مینوس با مینوس ضرب کنم 3 میشود یک با 3 جمع کنم 4 میشود و دیم ریشه را اگر من انتخاب کردم بیوبم اگر یک هفته جمع کنم 8 میشود 8 با 2 تقسیم کنم 4 میشود یعنی ایگری که من 4 میشود x را اگر جای یفتنی شوم این با جای ایگری 4 میشم اگر از 4 اگر مینوس 3 میشود یعنی x مو مینوس 3 میشود یعنی حل مو وقتی که ما جواب نوشته مینویسیم ما دو تا جواب داشته هستیم جواب یکمون نقطه 4 و 3 بوده است و جواب آیندهمون نقطه مینوس 3 و 4 بوده است اگر باشد که شما خواهش داشته باشید که همین فهمید که در حقیقت همین جواب ما حل قناعت میکند این مدل رو نمیکند یا که وای ما خطا کار کردیم برای همین نقطه رو گذاشتن نکن اینا x 4 از 4 گذارم با جای 3 مینوس 3 گذارم از 4 3 را گیرم یک روسی میشه مدل دیما قناعت میکند دیمش هم قناعت میکند مینوس 3 میذارم با جای 4 میگیرم از 4 3 گیرم مینوس 1 یعنی جواب حل مثالی ما همین نمود رو میگیرد این از حل مثالی که ما با امروز شما های مدل غیر خطی که حل کردیم شما چطوری که ببینید در حل ما از حل مدل های کوادراتیکی در درس های پیشتر با امروز شما حل کرده بودیم استفاده بودیم یعنی همون دانشی که اوید حل مدل های کوادراتیک بود در اینجا ما هم را تطبیق کرده حل خود رو یافتیم حاضر ما مثالی آینده را اوید همین موضوع می‌بینم که در اینجا با اصول دیگری کار استفاده بوده می شود من همین شما رو تطبیق می‌نویسم اصول دیگری کار گفته استفاده این معنیش اون است که در حل مثال ها با یک سمت و یک فرمول معین حل کرده نمیشه مثال ها یعنی در هر یک مثال خصوصیت خود چه دارد اصول حل چه دارد الان مثال ما همین است 2x y است پلوس 3x تقسیم y است برابر مینوس 10
در مدل دیمش x y است مینوس x تقسیم y است برابر 9. یعنی خیلی مدل ما نمودی ذهن دارد. اگر ما با همین مدل نظر افکنیم از خواه از مدل دیوم خواه از مدل یکم خواهیم که رنگی مدل پیشینه ما x را با y یا که y را با x وز کنیم مشکل تر می شود. یعنی در هر مدل این کار موجب کردن نمیتونیم خیلی وز کردن نمیتونیم. برای همین اگر کمی چکرتر فکر کنیم هم در مدل یکم x y که ما دیده میتونیم هم در مدل دیوم همین x y که دیده میتونیم. برای همین ما اشاره زیرین استفاده میبریم. یعنی ما x y رو با یکون اشاره میکنم x تقسیم y رو باشد با یکون b اشاره میکنم. اگر من همین اشاره رو استفاده برم معادله من با معادله خطی برمیگردد که من حل این معادله خطی را شما خطی دیده بودم. انا که با جای x y اگر a نویسم میشود 2a جمع 3 x تقسیم y دیده که من بگذارم 3b برابر مینوسی 10 میشود. در اینجا اگر a بذارم a میشود مینوسی b میشود برابر 9 میشود. اکنون شما چطوری که میبینید ما حاصل کردیم معادله خطی. یعنی از معادله خطی که ما در پایان حاصل کردیم اگر a رو من با b وصل کنم a برابر b میشود چون که کوفیسینت طرف راست 0 است a برابر b میشود و من با جای در معادله دیم من میتونم که a نویسم میتونم که جای b دم a نویسم. این مورد ما معادله را حل کنم. بینید اکنون در معادله یکم حاصل می شود 2a جمع 3a و این جمع کنم اگر می شود 5a برابر مینوس 10 و معادله دیگه خودش می نویسیم a برابر b. از اینجا معادله یکم اگر a را یافته می شود مینوس 10 رو با 5 تقسیم می کنم مینوس 2 می شود. اینجا a برابر b است و از بس که هر دوش که برابر است من هر دوش مینوس 2 می نویسم. من میتونم که جواب نویسم یعنی هم a هم b دا 2. اکنون پیش از اون که من a و b را 2 یافتم شما خطی به همین باید نمیرسه. یعنی مدل حالی مثال مدل یافتم در کار بود x y کرد. یعنی من باز سیستم میگیرم و مینویسم x y برابر a بوده است یعنی a ما 2 یافتیم یعنی 2 میگم مینوس 2 ان مینوس 2. اگر b هم مینوس 2 است یعنی x تقسیم y هم مینوس 2 است. من میتونم که هر دو مثال از بس که طرفای راستشون برابر هر دو مدل من میتونم که از بعد طرفای راست این مدل با دیگر برابر است یعنی من میتونم که طرف چپشون با دیگر برابر کرده حل کنم. اینا میتونم حل کرده x y که یا من میتونم از یک تشریح قسمتش یک نامعلومش یک شب و دیگرش عوض کنم با حل خدمت دوام بدم. برای همین من اگر که باشد که خیلی اجرا کنم معادله دیم اگر x ما بیوبم مینوس 2 y میشود. x که مینوس 2 با جای x اگر من مینوس 2 y نوشتم در معادله بالا نویسم همین اینجا میشود خودش در معادله بالا حاصل میشود مینوس 2 y کوادرات برابر مینوس 2. معادله دیم x برابر مینوس 2 y رو خودش رو می‌نویسم. اکنون معادله یکم اگر باشد که من y یافتنی شوم y کوادرات من برابر 1 میشود. معادله دیم خودش چیزی که مینوس 2 y که می‌نویسم. معادله یکم شما چیزی که می‌دونید y کوادرات که برابر 1 است این گفتنی گپ که 1 y که ما y که 1 ما این برابر مینوس 1 است و y که دیم ما y که دیم برابر 1 است. یعنی اگر من حالا در پایان گذارم این هم x1 نویسم اگر و با جای y مینوس 1 نویسم x1 مو برابر 2 میشود. 2 میشود. اگر در همین معادله من 1 نویسم با جای یعنی x مو برابر مینوس 2 میشود. که من میتونم که در پایان جواب در نویسم که یعنی x مو میتوند که 2 مینوس 1 شود همین نقطه جواب شود و نقطه آینده که با جواب مثال ما شده میتوند این مینوس 2 مینوس 1 باشد.
اگر همین نقطه افتادی مو مدل رو قناعت کردن تماما مو میگیم که مو مدل رو درست حل کردیم. اگر مو همین کار است برای سنجیدن ما باجوی x در مدل 2 میذارم. این اگر باجوی x 2 بذارم باجوی y مینوس 1 بذارم 2 کرا با 1 مینوس 1 مینوس 2 میشه با این ضرب کنم که مینوس 4 میشه. اگر همین کار ما برای جمع بیمش نمیکنم. اینجا مینوس 4 شد. اگر من بالا 2 بذارم 6 میشود. اینجا مینوس 1 بذارم مینوس 6 میشه. اینجا مینوس 4 بود. اینجا مینوس 6. مینوس 4 و مینوس 6 ما اگر جمع کنم مینوس 12 میشه. از این من بخلاصه میگم که من مدل رو درست کردم. اکنون حلی که ما شما قطعی اجرا کردم این حل یگانه حل عمومی نیست. یعنی ما میتونیم که هر یک مثال رو باید چند طرز حل کنیم با جواب یخیله بیاییم. در این مورد ما میتونیم که در وقت جواب یخیله دومدیم یعنی دانش ما باید به همین فن و نزد دیگر علمایی که موقت ما را گوش میکنن میفهمن که در حقیقت دانش ما پرتر بود است نسبت به دیگر ها. حالا چی سوالی که میشود در کامنتر نویسید باید به حل معادله‌های غیر خطی من به سوال شما جواب میدم. با دقتتون را